سلام، من مریم امیری هستم و اینجا یک مدرسه آشپزیه. دوستان قراره امشب یکی از آش‌های اصیل و سنتی و خوشمزه ایرانی رو درست کنیم. این آش از بادمجونایی که اینجا چیدم دیگه میتونید حدس بزنید. آش بادمجون یه آش سبک، لذیذ و پرطرفداره. البته اینو بگم آش بادمجون رو توی هر شهر و هر منطقه به یه سبک مختلفی درست میکنن. بعضی از مدل ها بعضی جاها آشای بادمجونشون رو با سبزی درست میکنن، ولی این آش بدون سبزیه. برای وقتایی که هوس آش کردین، حالا تهیه سبزی و پاک کردن و شستن و اینها براتون سخته و میخواین سریعتر یه آشی رو درست کنین، پیشنهاد من آش با همین بادمجونای خوشمزه است. بریم با هم درستش کنیم. ما برای درست کردن این آش احتیاج داریم به این حبوبات: لوبیا سفید، نخود، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، عدس و ماش و البته لعاب. این آش بیشتر به خاطر بلغور گندمی که توش اضافه میشه. حالا من همه حبوبات رو بیاین از نزدیک ببینید. همه حبوبات رو از دیشب خیس کردم. البته من جدا جدا خیس کردم، ولی میتونستیم هم اینا رو با هم خیس بکنیم. اینا رو با هم، یعنی لوبیاها و نخود رو میتونستیم با هم خیس کنیم، ولی من جدا خیس کردم که بتونم بهتر به شما نشون بدم. عدس و ماش هم میتونستن با هم دیگه مخلوط هم دیگه بشن و خیس کرده بشن. چرا میتونستیم این کار بکنیم؟ چون پخت اینا، لوبیاها و نخود با همه، ببینید اینا زمان پختشون به نسبت بیشتره. من اینا رو میریزم داخل قابلمه، زمانی که نیم پس شدن بعد بهشون عدس رو اضافه میکنم و همینطور ماش و عدس بعداً اضافه میشه. اینم لوبیا قرمز. خب آب رو بریزیم تو مرحله اول، بذاریم بپزه. اگر شما، یعنی سختی این آش فقط تو همین مرحله پختن حبوباته، که البته اینم سخت نیستا، ولی فقط زمان بره و به خاطر اینکه این زمان رو شما حالا ممکنه نداشته باشید، میتونید حبوباتتون رو بپزید. بعد البته اول خیس کنید، نفخش رو بگیرید، چند بار آبش رو عوض کنید، بعد حبوبات رو یک جا بپزید و این حبوبات پخته رو تو بسته‌بندی‌های کوچیک کوچیک فریز بکنید که هر زمان خواستید آش درست کنید راحت و سریع بتونید از این حبوبات استفاده کنید. خب این مقدار آبش الان کمه. من یه کمی دیگه آب بیارم اضافه کنم بهش و روشنش کنم. آبو به اندازه کافی ریختم تقریبا تا 2/3 قابلمه و حالا باید منتظر بمونم تا جوش بیاد. در و نیمه باز میذارم چون اولش که جوش میاد سر میره. بعد که دیگه جوش اومد اون وقت حرارتشو کم میکنم و منتظر میمونم تا این حبوبات نیم پز بشن. حبوباتتون اگر که تازه باشه، تازه منظورم اینه که کاشت همون سال باشه و کهنه مونده از سالهای گذشته نباشه و یه شبم خیس بمونه، خیلی سریع، یعنی گاهن تا 1 ساعت و نیم، اینطورا 1 ساعت 1 ساعت و نیمه این حبوبات میپزن. ولی زمانی که میبینید حبوبات دیر میپزه، اکثر اوقات دلیلش اینه که حبوباتی که دارید استفاده میکنین کهنه است و خیلی مونده. حالا ممکنه شما تازه خریده باشید ولی توی فروشگاه یا توی مغازه خیلی مونده باشه. حالا توی این فاصله تا این حبوبات داره میخواد جوش بیاد و اینها و من بالا سرشم، میخوام پیازداغ آماده کنم. پیازداغی هم که درست میکنم الان، ما میخوایم پیازداغ نگینی درست کنیم. برای داخل آشمون ریشه پیاز رو نمیزنم، بمونه که موقع خورد کردن لایه های پیاز از هم جدا نشن و برای داخل آشمون پیاز رو کاملا ریز میکنیم. برای تزیین روی آش و برای سرو نهایی پیازا رو خلالی میکنیم و به صورت در حقیقت پفکی پیاز رو سرخ میکنیم. یه ویدیو فکر میکنم ما توی این کانال داریم، نحوه درست کردن پیازداغ خلالی برای تزیینه، که نکته هایی رو اونجا براتون توضیح دادم که چی کار بکنین که پیازداغی که درست میکنین کاملا پفکی و
ترد و عالی بشه. اگر دوست داشتید اون ویدیو رو میتونید ببینید. بعضی از این پیازها انقدر تندن که واقعا آدم رو به گریه میندازن، گریه. خب من حالا این پیاز رو اضافه میکنم و پیاز رو سرخ میکنیم. برای آش این پیاز داغه خیلی 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 زیاد مهمه، هم مقدارش که قشنگ باید فراوون و زیاد باشه و هم علاوه بر مقدار اینکه چقدر باید سرخ بشه. این خیلی مسئله مهمیه که من حالا اندازه سرخ شدنش رو هم بهتون میگم. یعنی کلا همه این نکته هایی که برای این پیاز داغ مهمه رو میگم. ببینید اولا پیاز خیلی انباشته روی هم نباشه. این حد اکثر مقداریه که برای این تابه من دارم استفاده میکنم. روغنی که استفاده میکنیم برای سرخ کردن پیاز، من معمولا برای مواقعی که چیزی دارم درست میکنم که احتیاج به حرارت بالا و زیاد داره، همیشه روغن مخصوص سرخ کردن استفاده میکنم و هرگز از روغن پخت و پز برای سرخ کردن های اینجوری حرارت بالا اصلا استفاده نمی کنم. اینو چون خیلی توی کامنت ها در مورد نوع روغن مصرفی پرسیدین، گفتم اینجا بهتون بگم. حالا نمیدونم، بهم بگید اگر دوست دارید من اصلا یه ویدیو کامل ضبط کنم فقط در مورد روغن های مختلف و اینکه هر کدوم چه جاهایی و تا چه دمایی میشه ازشون استفاده کرد براتون بذارم. تو کامنت ها حتما بهم بگید اینو. خب حالا این پیاز نباید زیاد هم زده بشه، چون زیاد هم زدن پیاز باعث میشه که دمای ذره کاهش پیدا میکنه و پیاز ممکنه آب بندازه و دیگه اون پیاز داغ خوشمزه رو ما نداریم. پس زیاد هم نمیزنیم، حرارت بالا باشه و منتظر میمونیم تا پیاز سرخ بشه. توی این چند دقیقه اولش هم نمیزنیم و بعدش دیگه هرچی هم بزنیم مشکلی پیش نمیاد. پیاز داره سرخ میشه، من برم سر وقت بادمجونا. دوستان برای آش بادمجون هم میتونیم از بادمجون‌های دلمه‌ای استفاده کنیم، هم میتونیم از بادمجون‌های قلمی استفاده کنیم. هر دوشون مناسبن، ولی من اینو ترجیح میدم چون این خیلی خوشمزه تره و گاهن پیش میاد که این بادمجون‌های قلمی یه کوچولو حالا تلخی، تندی، تیزی داشته باشن، ولی اینا به هیچ عنوان اون تندی و تلخی رو ندارن. پس انتخاب من اینه. این بادمجونا رو معمولا تو غذاهایی استفاده میکنم که شکل ظاهری بادمجون دیده میشه، مثل خورش بادمجون، مثل مسما، که و این موضوع مهمه. ولی جاهایی که قرار بادمجون خورد بشه، له بشه، اینو ترجیح میدم. حتی تو کشک بادمجون و حلیم بادمجون هم من اینو ترجیح میدم. خیلی خب، حالا باید بادمجونا رو پوست بکنیم و چارگوش خوردشون کنیم. پیازا که در حال سرخ شدنن، اینم جوش اومده. ببینید کوچولو اگه کف داشت این کف رو میگیرم، زیاد نداره خدا رو شکر. میبینید در این حدش دیگه اصلا چیز قابل توجهی نیست واقعا. خب حرارتشو کم میکنم و دیگه در رو کامل میبندم و میذارم این حبوبات بپزه. از این طرف هم پیازها دیگه تقریبا دارن طلایی میشن، از الان شروع کردن به سبک شدن. دیگه از اینجا که پیاز شروع میکنه به پفکی شدن و سبک شدن، دیگه از اینجا به بعد شما هرچی هم بزنید دیگه مشکلی پیش نمیاد. کامل پیازتون طلایی بشه. ببین الان تازه شروع کرده به طلایی شدن، یک کمی دیگه باید بهش زمان بدیم. معمولا به این پیازی که داره سرخ میشه من فلفل سیاه و زردچوبه رو اضافه میکنم و دوست دارم که یه تفتی بخوره با فلفل و زردچوبه، مخصوصا با زردچوبه که زردچوبه کلا
وقتی تفت میخوره علاوه بر این که رنگ خیلی بهتری به غذا میده، مزه بهتری هم به غذا میده و علاوه بر اون خواص زردچوبه هم بهتر آزاد میشه. و خب ببینید اینم از این. الان دیگه تقریبا میشه گفت که پیاز داغ ما آماده است. من این پیاز داغ رو از همین الان میخوام بریزم داخل آش و نعناداغی هم که برای روی آشمون لازم داریم یک کمیشو میریزم اینجا. یعنی در حقیقت من نصف نعنا رو میریزم داخل این پیاز داغ و یه هم میزنم. اینو میریزم داخل، گازو خاموش بکنم و بقیه نعنا رو هم بعدا نعنا داغ درست میکنیم برای روی آش و تزیین. ولی اصل چیزی که آش ما رو خوشمزه میکنه پیاز داغیه که همراه با نعنا و زردچوبه فراوون درست کردیم و اینجا گذاشتیم. خب این گاز من شعله‌اش زیاده، هرچی کمشم میکنم زیاده، بنابراین جابجاش میکنم. اینو میذارم این طرف و اون طرف هم میریم که بادمجون سرخ کنیم. یک کمی روغن میریزم برای تفت دادن بادمجونا. خیلی هم روغن زیاد نمیخواد، یعنی فکر نکنی که حتما باید بادمجون رو ما کامل و حسابی سرخ کنیم مثل خورش بادمجون. همین که بادمجون یه ذره تفت داده بشه کافیه. قبلش هم یه چیزی رو که من یادم رفت بهتون نشون بدم اینه که به بادمجونا یه کوچولو نمک زدم و گذاشتم یه 10 دقیقه مون. 10 دقیقه که مون با یه دستمال که روش فشار دادم یه کمی رطوبت بادمجونا رو گرفتم و الان میخوام سرخشون کنم. البته این کار همه فکر میکنم برای گرفتن تلخی بادمجونه، ولی واقعیت اینه که اگر بادمجون نژادش و ذاتش تلخ باشه اصلا این نمک زدنه هیچی از تلخیش کم نمیکنه. فقط از لحاظ سلامتی چون سودای بادمجون رو این نمک میکشه بیرون و کم میکنه، از این نظر بهتره که نمک رو قبلش بزنید. خب دیگه حالا بادمجون رو باید سرخ کنیم. سرخ که نه، همون منظورم اینه که تفت بدیم. و سیرم که دیگه تقریبا میشه گفت پای ثابت همه آشای ایرانیه. حالا این آش که بادمجون هم داره ترکیب بادمجون و سیر با هم که دیگه واقعا فوق‌العاده میشه. من کاملا یه بوته بزرگ از این سیر میخوام استفاده کنم، ولی شما اندازه سیر رو خودتون با توجه به ذائقه خانواده‌تون کم و زیاد کنید دیگه. خب دیگه تا اون همه رو جدا کردم. سیرا رو پوست میکنم و قشنگ لهشون میکنم. سیرا رو من پوست کندم و یه ذره له کردم، ولی برای اینکه قشنگ حالت نرم بشه باید یه کمی نمک باش مخلوط بکنید. نمک بافت سبزیجات و همینطور الان بافت سیر رو نرمتر میکنه. بعد از اینکه نرمتر کرد اون وقت شروع کنیم به خرد کردن و له کردن. یعنی زمانی که نمک میذارید یه 2 دقیقه میمونه، بعد با لبه چاقو قشنگ میتونید سیر رو له کنید. حالا این هنوز 2 دقیقه‌ش هم نمونده، ولی میخوام بهتون نشون بدم. ببینید به این صورت. و همین کار رو ادامه میدید تا کاملا پوره و له بشه. ولی ما الان برای آش بادمجون سیر پوره حالت حریره لازم نداریم، در همین حد برامون کافیه. ولی الان زوده که اضافهش بکنیم. الان یه ذره بادمجونا رو تفت بدم. چند دقیقه مونده که بادمجون رو از روی حرارت برداریم، من سیر رو به بادمجون اضافه میکنم و تفت میدم. این هم از سیر فراوون آشمون. یه هم میزنیم، خیلی زیادم سرخش نمی کنیم، در حد 1 دقیقه، حد اکثر 2 دقیقه
روی حرارت بمونه کافیه. و حالا اینجا توی آش ماش و عدس از قبل پیسونده رو اضافه میکنیم بهش. اینم از عدس، ببینید، و ماش و عدس که اضافه شدن، الان دیگه این سیرم تفت داده شد. حالا مخلوط بادمجون و سیر تفت داده رو هم اضافه میکنیم. البته اگر دوست دارید بادمجونا له نشن شما دیرتر باید اضافه کنیم، ولی از اونجایی که من دوست دارم که توی این آش بادمجونا اصلا دیده نشن و کاملا له بشن و فقط طعم بادمجون رو ما داشته باشیم، من این قاشقم رو عوض کنم که صدا نده. از اونجایی که من میخوام که فقط طعم بادمجون باشه و بادمجونا توی آش دیده نشن، همین الان زودتر اضافه میکنم که حسابی بادمجون بجوشه و قشنگ باز بشه و طعم خوش بادمجون رو ما بیشتر توی آشمون حس بکنیم. درش رو دوباره میبندیم و باز حدود 1 ساعت دیگه بهش زمان میدیم تا عدس و همینطور ماش حسابی بپزن. بقیه حبوباتمون هم که نیم پز شدن دیگه الان پختشون کامل و کافی بشه. نگاهی به این آش بندازیم، یه ذرم کمش کنیم. خب ببینیم بلغور رو ما باید زمانی اضافه بکنیم که این حبوباتمون دیگه پخته باشن. من الان میخوام تست پختش رو بهتون نشون بدم. ببین باید حالا الان چون داغه دستتون ممکنه بسوزه، ولی بذارید یه ذره خنک شه. به این صورت راحت باید حبوبات له بشه. به این حالت وقتی به این اندازه حبوبات پخت، بعد بلغور رو بهش اضافه میکنیم. دقت کنیم بلغور اگر زود اضافه بشه، چون بلغور خودش زود میپزه و حسابی لعاب میندازه، اون لعاب و اون غلظتی که بلغور ایجاد میکنه باعث میشه که پخت حبوباتمون دیگه خیلی خوب انجام نشه. پس بلغور رو زمانی اضافه میکنیم که حبوبات پخته شده باشن. حالا که بلغور اضافه شد دوباره در ظرف رو میبندیم و میذاریم تا این بلغورا حسابی پخته شن و جا بیفتن. این احتمال وجود داره بعد از باز شدن و پختن بلغور مقدار آبی که داخل قابلمه است کم بشه و چون بلغور خیلی آب رو جذب میکنه موقع پخت. اگر احساس کردی خیلی غلیظ داره میشه، خیلی سفت داره میشه، دیگه 1-2 لیوان آب جوش بهش اضافه میکنیم. حالا فعلا تا بلغور باز بشه بپزه نمیشه راجبش تصمیم گرفت. پخت بلغور دیگه حدود 1 ساعت بیشتر طول نمیکشه و اینم آش خوشمزه و جا افتاده ما. وای بیایید نگاش کنید. الانم وقت اضافه کردن کشکه. این آش با کشک فراوون باید خورده بشه، یعنی علاوه بر این که کشک رو برای تزیین روش میریزیم، حتما باید داخلش هم کشک باشه و باید چند دقیقه این آش همراه با کشک قشنگ بجوشه که مزه کشک به خورد حبوبات و آش بره. ببین من خودم همیشه فکر میکردم آشایی که سبزی ندارن جذاب نیستن، ولی الان واقعا این آش به نظر من خیلی عالیه بدون سبزی. و حالا در کنار این آش الان این چند دقیقه بجوشه، بعد نعناداغ درست کنیم و بریم برای تزیینش. من یادم افتاد که تو آشمون نمک هم نزدیم، یعنی یادم بودا، چون این آش با کشک فراوون پخته میشه و کشک معمولا شوری داره، به همین دلیل من معمولا اولش نمک رو نمیزنم تا کشک اضافه بشه و جوشیده بشه، بعد اون وقت نمک رو اضافه میکنم. خب اینجام که فلفل و اینجا هم فلفل و زردچوبه و نعنا، فقط باید گرم بشه. همین خاموشش کردم. اگر زیاد بمونه یا حتی اگر روغن خیلی داغ باشه و شما نعنا رو بریزید بلافاصله هم که خاموش کنید، بازم نعناتون میسوزه و سیاه میشه. پس توی درست کردن نعنا داغ هم باید دقت بکنید. خب حالا دیگه این آش رو میریزم داخل ظرف و دهنم آب افتاد و دیگه سروش میکنیم. و اینم غلظت و قوام آشمون.
و اینم از این نعناداغ سبزمون. امیدوارم که رنگ این نعناداغ شما بتونین قشنگ توی تصویر ببینید که خیلی جذاب شده. پیازداغ فراوون خلالی هم که الان میذارم کنارش و این نعناداغ و پیازداغ رو میکشم با یه نوک چاقو توی هم دیگه. حالا بعضیا برای تزیین انواع آش‌ها میان و یه کمی از کشکشون رو زعفرونی میکنن. حالا اینم یه انتخابیه دیگه، ممکنه که دوست داشته باشین. اگر دوست داشتین شما هم میتونید این کار بکنید. و دیگه به این حالت شروع میکنم اینا رو میکشم توی هم. یه تزیین خیلی ساده ولی خیلی دوست داشتنی، قشنگ و پرطرفدار. و در نهایت هم با این پیازداغایی که کار دست بچه‌های آموزشگاهمونه و خودشون زحمت کشیدن دیگه تزیین رو کامل میکنیم. این اطرافش هم من میریزم. امیدوارم که دوستان این آش خوشمزه رو درست کنید، ازش لذت ببرید و نوش جونتون باشه.